حل نمونه سوال علوم هشتم نوبت دوم. سوال 1. صحیح و غلط بودن جملات را مشخص کنید. قسمت الف: موادی که دارای ایزوتوپ ناپایدارند به مواد رادیواکتیو معروفند. خب این درسته. زیر قسمت صحیح رو خط میکشین. قسمت ب: در اتم بار الکتریکی الکترون برابر با بار الکتریکی پروتون است. منظور اتم خنثی و در حالت عادی هست، ولی در حالت عادی تعداد الکترون ها با پروتون ها یکیه، پس بنابراین بارهاشون هم با هم برابره. زیر صحیح خط میکشین. قسمت ج: گوش میتواند تمام صداها را با هر شدتی دریافت و درک کند. خب این غلطه. زیر آستانه شنوایی و بالای آستانه شنوایی رو گوش نمیتونه بشنوه و برای افراد مختلف آستانه شنوایی متفاوته. قدرت شنوایی کودکان از بزرگسالان بیشتره، پس بنابراین زیر غلط رو خط میکشیم. میریم قسمت د. در حرکت اعضای بدن به جز ماهیچه ها وجود استخوان ها نیز لازم است. خب میدونین استخوان برای ماهیچه نقش تکیه‌گاهو داره، پس بنابراین این جمله درسته. زیر صحیح خط میکشین. میریم قسمت ه. گفته دیابت جوانی همان دیابت وابسته به انسولین است. همانطور که میدونید دیابت بزرگسالی به خاطر عدم تحرک، چاقی و خوردن کربوهیدرات زیاد به وجود میاد. ارثی نیست، محیطیه. شخص اگر پرهیز نکنه ممکنه مبتلا به مرض قند بشه. اما دیابت جوانی ارثی هست و باید انسولین بزنن، پس این جمله درسته. زیر صحیح خط میکشین. قسمت خ. گفته ژن بخشی از دنا و همان عامل تعیین کننده صفات است. صحیح است. زیر قسمت صحیح خط میکشین. قسمت دال. هاگزایی نوعی تولید مثل جنسی است. همانطور که میدونین هاگزایی یکی از روش‌های تولید مثل غیر جنسیه، پس این جمله غلطه. زیر غلط خط میکشین. قسمت زال یا ز. نیروی مغناطیسی یک آهنربا در وسط آن بیشتر است. خب میدونین در دو سر آهنربا بیشتره، پس این جمله غلطه. زیر ق خط میکشین. قسمت ر. هوازدگی سنگ ها باعث خرد شدن آنها می شود. درسته، پس زیر صحیح خط میکشیم. قسمت ز. گفته علت دیدن اجسام آن است که نور از چشم به جسم میرسد. خب از جسم به چشم میرسه، نه از چشم به جسم، پس این جمله غلطه. زیر غلط خط میکشین. سوال 2. سوال 2 گفته در جای خالی حرف الفبای مربوطه را قرار دهید. یکی اضافه. این همون سوال جور کردنی یا وصل کردنی هست. قسمت الف گفته این کانی به نام دانشمند ایرانی ثبت شده است. خب گزینه های سمت چپ رو نگاه میکنیم. ستون سمت چپ ببینیم کدوم یکی به این میخوره. آویسنیت جواب هست.
قسمت دال رو داخل پرانتز میتونیم بنویسیم و یا از قسمت الف به قسمت دال خط بکشیم. قسمت ب گفته کانی سیلیکاتی. خب در کتاب خوندین مسکویت یک کانی سیلیکاتی هست. خب میتونیم جواب و قسمت سی رو داخل پرانتز میتونیم بنویسیم و یا از قسمت B به قسمت C وصل کنیم. قسمت J گفته تهیه پودر بچه. خب کانی تالک هست. میتونیم B رو داخل پرانتز بنویسیم و یا قسمت J رو به قسمت B متصل کنیم. و یا قسمت J رو به قسمت B متصل کنیم. قسمت دال گفته تحت تأثیر گرما، فشار و واکنش با محلول‌های داغ به دست می آید. خب این کانی دگرگون شده هست. میشه گرافیت. قسمت A رو داخل پرانتز بنویسید و یا قسمت D رو به قسمت A متصل کنید. سوال 3 گزینه صحیح را انتخاب کنید، یعنی سوالات تستی. الف اجزای کدام مخلوط به طور غیر یک نواخت پراکنده شدند؟ شماره 1 الکل در آب که محلول هست. شماره 2 آب گلالود که مخلوط ناهمگنه. شماره 3 نمک در آب که همگن هست و شماره 4 شکر در آب که اینم همگنه. پس جواب میشه گزینه 2. قسمت ب در کدام عمل سرعت انتقال پیام بیشتر است؟ گزینه اول تنظیم کلسیم خون. خب این تنظیم هورمونی هست. گزینه دوم رشد که زمانبر هست. گزینه سوم تنظیم قطر مردمک که این عصبی هست و گزینه 4 افزایش متابولیسم که این هم تنظیم هورمونی هست. خب سرعت انتقال پیام در اعصاب بیشتره، پس گزینه سوم که یک عمل انعکاسی هست جواب هست. گزینه سوم رو علامت میزنیم. قسمت ج کدام یک از صفات زیر ارثی نیست؟ گزینه اول اثر انگشت که میدونید ارثی هست. گزینه دوم رنگ چشم ارثی هست. گزینه سوم آفتاب سوختگی محیطی هست. گزینه چهارم توانایی لوله کردن زبان ارثی هست. پس جواب میشه گزینه سوم. قسمت دال عامل ایجاد جریان الکتریکی در یک مدار کدام گزینه است؟ گزینه اول اختلاف پتانسیل درسته. گزینه دوم شدت جریان غلط هست.
گزینه سوم مقاومت غلطه، گزینه چهارم توان غلطه. پس جواب میشه اختلاف پتانسیل. میریم سوال 4. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. قسمت الف: با افزایش دمای آب اکسیژن نقطه چین در آب حل می شود. خب گازها وقتی که دما بالا بره، آب گرم بشه، کمتر حل میشن و از آب خارج میشن. پس بنابراین گزینه کمتری صحیح هست. زیرش خط میکشیم. جاخالی بعد قسمت ج گفته گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا نقطه چین و نقطه چین است. و همانطور که تو کتاب خوندین و مشخصه، جواب نیتروژن و اکسیژنه. قسمت دال: سوختن نوعی تغییر شیمیایی است که با تولید نقطه چین و نقطه چین همراه است. خب اینم جمله کتابه، مشخصه. جواب میشه با تولید گرما و نور. قسمت ه گفته ماهی تولید مثل جنسی دارد و لقاح آن نقطه چین است. داخل پرانتز 2 تا گزینه داده: داخلی، خارجی. همانطور که میدونید لقاح ماهی داخلی هست، پس بنابراین زیر داخلی رو خط میکشید. قسمت آخر گفته در طیف نور سفید کمترین شکست مربوط به رنگ نقطه چین است. بنفش، قرمز. همانطور که در شکل کتاب دیدید کمترین شکست مال نور قرمز هست و بیشترین شکست نور مال نور بنفشه. پس بنابراین اینجا جواب میشه قرمز. زیر قرمز رو خط میکشین. با تشکر از شما فراگیران و دانش آموزان محترم. خدا نگهدار.